آقا سلام، خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم و شما دارید 4مین قسمت از پادکست راه دانه رو میشنوید. امروز یک روز مانده به شب یلداست که من دارم این پادکست رو ضبط میکنم و احتمالاً شما در شب یلدا میتونید این پادکست رو از کانال یوتیوب ما گوش بدید. خیلی خوشحالم که با هم دیگه این بازم بریم سراغ یه خلاصه گویی از پادکست قبلی. اومدیم با هم دیگه بررسی کردیم که یه قهوه از کجا شروع میکنه، چه گونه هایی داره، یک کشاورز به چه شکلی میتونه قهوه هاش رو بشناسه، طول عمر درخت قهوه چقدره و سایر مباحث که توی پادکست قبلی میتونید گوش جان بهش بسپرید و من رو خوشحال کنید. طبق روال همیشمون یه قهوه میذاریم کنارمون و شروع میکنیم به صحبت کردن با هم. امروز میخوام راجع به کاشت و داشت و برداشت از لحاظ یک مزرعه دار قهوه صحبت کنم. سفر قهوه از دید یک کشاورز با بذر شروع میشه. این بذر چیه؟ بذرها دانه های انتخاب شده سالمن که تو خزانه و گلخانه کاشته میشن. جایی که با رطوبت کنترل شده و نور ملایم وقتی جوانه ها به اندازه کافی رشد کردن و ریشه گرفتن میبرنشون تو زمین اصلی یا مزرعه که بتونن آروم آروم به بوته برسوننشون. فاصله کاشت بین بوته ها باید چه شکلی باشه؟ بر اساس شیب زمین، گونه ها و سیستم مزرعه محاسبه میشه. خیلی هم اصلا سلیقه‌ایه. بر اساس سلیقه مزرعه دار میتونه فاصله بده بین بوته ها، مدت زمانی که میخواد از اون بوته یا درخت کشت کنه، فشرده تر کردن فاصله بوته ها یا نزدیک تر کردنشون به معنای محصول بیشتره. اما خب ریسک بالاتری هم برای بیماری و رقابت برای نور و مواد غذایی موجود در خاک و حتی توی بعضی مناطق قهوه زیر سایه درختای بلندتر کاشته میشه که اصطلاحاً بهش میگن حالا سیستم سایه‌دار. بعداً راجبش دقیق‌تر صحبت میکنیم یا اگر شما مطلبی رو دارید میتونید حتما با اون به اشتراک بذارید و راجبش بحث کنیم. ببینید ریسک بالاتر برای بیماری دقیقاً به خاطر اون جنگیه که بر سر نور ایجاد میشه. ما هممون میدونیم که نور آفتاب یک نوع پاکیزگی، یک نوع تراوت و یک نوع به نوعی ضد عفونی کننده است برای گیاهان که باعث میشه رشدشون هم بهتر شکل بگیره، فتوسنتز داشته باشن و حالا اصلا میوهشون به راحتی و با کیفیت بالاتری برسه. جذابتر میکنه میوه رو، خوشمزه تر میکنه و کیفیتش رو بالاتر میبره. اما توی سیستم سایه‌دار درخت یه خورده تلاشش رو نسبت به سیستم آفتاب بین بیشتر میکنه، یعنی سعی میکنه مواد مغذی رو بیشتر از سمت خاک جذب بکنه و مستقیما روی پروفایل طعمی اون قهوه تأثیر میذاره. یعنی دانه شما ممکنه اگر به صورت سیستم سایه‌دار رشد کرده باشه، حالا اون چریش یا میوهش طعم متفاوت تری داشته باشه به نسبت آفتابی. اصطلاحاً شاید بگم طعمی نزدیک به طعم‌های خاکی بیشتر داره. بیشتر هم توی گونه‌های روبوستا معمولاً این اتفاق میفته. دونه‌های عربیکا معمولاً توی ارتفاعات بالاتر کشت میشن و آفتاب بیشتری رو هم میبینن. یه مسئله رو فقط فراموش کردم بچه‌ها بگم، اونم این که یه اصطلاحی رو ما داریم توی کشت مزارع قهوه به اسم استرس گرمایی. این وارم استرس چه بلایی سر درخت میتونه بیاره. بسیاری از مواد مغذی رو درخت پس میزنه و وارد میوهش نمیکنه. باز هم مستقیما روی طعم قهوه تاثیر داره، روی کیفیتش مسلما تاثیر میذاره و طعمش رو عوض میکنه. شاید خیلی تو دسته خوش طعم ها قرار نگیره. اما اگه یادتون باشه توی پادکست قبلی هم صحبت کردیم که درخت قهوه معمولاً 3 تا 4 سال بعد از کاشت به باردهی اقتصادی میرسه. معمولاً تو سال دوم و سوم هم میگن میوه میده، اما کشاورزها معمولاً میوهش رو نمیچینن، میذارن خودش بیفته پای درخت به صورت کود بشه و به درخت کمک بکنه.
گلدهی درخت قهوه به چه شکله؟ بعد از باران‌های خاصی درخت شروع میکنه به گل دادن. این باران‌ها به نوعی کلید شروع فصلن و یک نوع شاید آلارم سر صبح بیدار شدن درخت محسوب میشن. نمیدونم شما مثلا صبح آلارم میذارید برای خودتون یا نه؟ میوه‌های سبز یواش یواش بعد از ریختن گل‌ها پدیدار میشن. توی پادکست قبلی به صورت کامل توضیح دادیم این رو که به چه شکل اتفاق میفته و بسته به گونه و اقلیمی که دارن بین 7 تا 9 ماه طول میکشه تا به میوه کامل برسن. اگه یادتون باشه میوه ها رو هم توضیح دادم توی پادکست قبل که درخت هر چقدر کهنسال‌تر میشه به 14 سالگی نزدیکتر میشه، معمولا رنگ میوهش قرمزتر میشه، اون میوه بزرگتر میشه و شاید حتی خوشه ها تعداد بیشتری رو داشته باشن. این هم از آخریش. دمتون گرم که تحمل کردین. اما برداشت قهوه به 2 روش با صورت کلی انتخاب میشه. یکی چیدمان انتخابیه که کارگرها میرن فقط میوه‌های کاملا رسیده رو میچینن، توی بازه‌های مختلفی اتفاق میفته، سعی میکنن که اون میوه برسه. از این لحاظ یه خورده شبیه به خیار چیدنه. خیار هم بوتش معمولا اینجوری عمل میکنه. یه سری از خیارا بزرگ میشن، تیغدار میشن، کشاورز میره میچیندشون تا حالا چینهای بعدی. حتی گوجه هم همین اتفاق میفته، بادمجون هم همین اتفاق میفته و اصلا هر چیزی که شما دوست دارین. کارگران میرن این میوه های کاملا رسیده رو جمع میکنن. از اون میوه های کاملا رسیده کیفیت بالاتری پدید میاد بچه‌ها. چرا کیفیت بالاتری پدید میاد؟ چون میوه های نارس یا بیش از حد رسیده کمتر وارد بازی میشن، کمتر وارد اون چرخه پالپ زدایی و مراحلی که اتفاق میفته که بعداً راجبش مفصل صحبت میکنیم. یه مدل دیگه هم داریم که برعکس چیدن انتخابی، چیدن یکجا، یعنی میرن توی یک مرحله همه میوه ها رو از درخت جدا میکنن، یا با دست یا با دستگاه. مزیتش چیه نسبت به چیدن انتخابی؟ سرعت بالاتریه، اما میوه ها با رسیدگی های متفاوت با هم دیگه مخلوط میشن و کنترل کیفیت خیلی سخت‌تر میشه. بعد از برداشت میوه ها برای جدا کردن پالپ و رسیدن به اون دونه سبز وارد مرحله میشن که به صورت کلی بهش میگن فراوری جزئیاتش خودش یه فصل جداگانه است که بعداً راجبش باز هم مفصل صحبت میکنیم. اما بریم سراغ میوه ها و مزارع. ببینید مزارع به 2 تا شخصیت اصلی دارن. شخصیت اصلی عربیکا و روبوستا. بنا به ارتفاعات مختلف، آب و هوای مختلف و چیزی که پدید میاد ازشون پیچیدگی های طعمی متفاوت. عربیکا رو اول میگم چون کلاسش بالاتره، یه ذره ادایی تره. عربیکا دوستدار ارتفاعه. تو ارتفاعات بالاتری رشد میکنه، حدود 900 تا 2000 تا بسته به حالا منطقه‌ای که اون مزرعه قرار گرفته. کاشته میشه، هواش خنک‌تره، وقفه رشد طولانی‌تر باعث میشه که دانه آرامتر بار بیاد و اصطلاحاً آرامتر برسه. همین مسئله باعث میشه که پیچیدگی طعمی بیشتری پیدا کنه. یه صحبتی ما داشتیم توی پادکست های قبلی درباره این که ریشه ها توی عربیکا عمیق ترن و تو خاک های معمولاً عربیکا بار میاد و کیفیت بالایی داره که اون خاک تخلخل کمتری داره نسبت به روبوستا و ریشه ها عمیق تر میرن پایین، مواد مغذی رو بیشتر جذب میکنن. همین باعث میشه که اون اسیدیته یا پیچیدگی طعمی بیشتر اتفاق بیفته. اما بچه‌ها یه نظریه‌ای وجود داره. این نظریه میگه که این درختان قهوه چرا میان، خصوصا درختچه‌های عربیکا، چرا طعمی شبیه به چری دارن؟ چرا طعمی شبیه به مثلا میوه‌های مختلف استوایی دارن یا استوایی؟ بحث اینه که این میوه‌های استوایی یا تروپیکال اینها خودشون حاصل موادی هن که مواد مغذی هن که داخل اون خاک وجود داره و اون خاکه که باعث طعم اینها میشه. دقیقاً همین اتفاق داره برای درخچه قهوه هم میفته.
یعنی مواد مغذی که توی اون خاک وجود داره، بچه‌هایی که کشاورزی رو واردن یه خورده داخلش بیشتر متوجه منظور من میشن. انگار اون مواد مغذی رو بیشتر جذب میکنه به خاطر اینکه ریشه عمیق‌تره، ریشه قوی‌تره، اون تار و پود ریشه بیشتره و جذبش هم مسلما بیشتره و اون طعم شکل میگیره. بریم سراغ روبوستا. روبوستا توی ارتفاعات پایین‌تری نسبت به عربیکاست و گرمای بیشتری هم نیاز داره برای اینکه خوب رشد کنه. رطوبت و گرما رو بهتر از عربیکا تحمل میکنه. عربیکا یه خورده سرمادوسته و از گرما فراگیر. برعکس اسمش که عرب‌ها معمولاً توی مناطق گرمسیری دارن زندگی میکنن، مناطق بیابانی زندگی میکنن، این درخچه قهوه که عربیکا ما لقب دادیم بهش یا آرابیکا بیشتر سرما رو دوست داره، ارتفاعات رو دوست داره و اصلا کاملا برعکس قومیت عربه محل زندگیش. اما خب دمش گرم، عربا فوق‌العاده توی قهوه واردن. حتی من میتونم ادعا کنم که رسپی های خاص خودشون رو دارن. شهرهای عربی متفاوت. من تو ابوظبی افتخار این رو داشتم که قهوه خوردم با یک رسپی متفاوت. توی مراکش رسپی متفاوت نسبت به امارات متحده. توی عربستان متفاوته و بهترین قهوه عربی که شما میتونید بخورید مسلما توی ایران خودمونه. توی اهواز، توی آبادان، توی بوشهر، هر جایی که عرب زبانان ایرانی زندگی میکنن. فوق‌العاده قهوه درست کردنشون خوشمزه است. اما بچه روبوستا استرس گرمایی یا بیماری کمبود آب رو بیشتر تحمل میکنه نسبت به عربیکا. چرا این اتفاق میفته؟ تو طول زمان چون تو در معرض گرما بوده، ببین ریشه قهوه خب قهوه است دیگه، تو طول زمان قوی تر شده، اومده اصلاح نژاد شده انگار درخچه روبوستا نسبت به عربیکا. عربیکاها هم اگر چون به صورت متوالی دانه هاشون کشت بشه، توی کشت های مختلفی قرار بگیره، شاید این اصلاح نژادی اتفاق بیفته، اما خب زمان خیلی زیادی رو میطلبه. اما روبوستا با وجود اینکه استرس گرمایی و بیماری یا حتی کمبود آب رو بیشتر تحمل میکنه، اما بازم میوه میده. طعمش چه شکلیه؟ طعم روبوستا معمولاً یه خورده تلختر، خاکیتر، چوبیتره و بیشتر شبیه آجیل‌های بوداده است. چرا آجیل‌های بوداده؟ ببینید آجیل رو که شما بو میدید انگار که یک عود، یک چوب بسیار قشنگ داره میسوزه و همین اتفاق برای قهوه هم میفته. قهوه همون ترکیبات چوبی رو داخل خودش داره، خصوصا قهوه روبوستا. چرا؟ یه صحبتی کردیم الان راجع به عربیکا که عربیکا میاد ریشه رو بیشتر فرو میبره تو خاک و مواد مغذی رو بیشتر جذب میکنه. روبوستا مواد مغذی رو کمتر جذب میکنه. چرا؟ چون ریشش خیلی عمیق نمیشه. ارتفاعی که پایین میره کمتر نسبت به عربیکا. بیا حالا عمق، اصلا چرا میگم ارتفاع، پایینتر نمیره و به جاش ریشه های پهنتری داره، ریشه های ستبرتر، کلوفتر داره. آقا راحت بگو دیگه، چه کاریه. طعمش معمولا تلختره به خاطر ترکیباتی که جذب میکنه داخل خودش، اما بادی و حس دهانی سنگینتری رو داره. بچه‌هایی که حرفه‌ای قهوه خورن کاملا حرف من متوجه میشن. دوستایی که هر روز دارن قهوه میخورن و قهوه رو واقعا میچشن، صرفا قهوه رو نمیخورن که بیدار بشن یا حالا خوابشون بپره. ببینید کسی که قهوه بازه، من خودم یه ادعایی دارم، میگم من قهوه نمیخورم که خوابم بپره یا بیشتر بیدار بمونم. من بیدار میشم از خواب که قهوه بخورم و عاشق اینم که اصلا دیکف بخورم. تو طول روزم دیکفه رو بزنم، عشق کنم، شبم دیکف بخورم. طعمه رو دوست دارم، اما خب دیکف خیلی محدوده تو ایران. ای کاش میشد دیکف ها متفاوت تر باشن، تنوع بیشتری داشته باشن و به جای چایی ما قهوه بخوریم دیگه. من چای بازم هستم و چایی رو خیلی دوست دارم. بریم سراغ عربیکا.
عربیکا طیف طعمی گسترده تری داره. من یه فنجون عربیکا جلومه بچه‌ها. یه قلوب بزنم. طیف طعمی بیشتری داره. از گلی و مرکباتی و میوه‌ای بگیرید تا شکلاتی و آجیلی. شما اصلا ممکنه کاملا طعم‌های متفاوتی رو داشته باشید، اما اینها خب اصطلاحاً جا افتاده. طعم شکلاتی یا طعم آجیلی، طعم میوه‌ای. من یه قهوه‌ای رو بچه‌ها امتحان کردم تقریباً 2 سال پیش. قهوه مکزیک بود. بنده خدایی که این قهوه رو به من پیشنهاد داد و برام سروش کرد گفت یه ریژنی داره، یه مزرعه به اسم مزرعه بروتوی مکزیک. مزرعه عجیب و غریب فلفلیه. چرا فلفلیه؟ باید برید از خود مزرعه دار بپرسید، شاید فلفل قرمز بپوشه. آقا من چه میدونم چطور آخه. اما بچه دانه قهوه رو من بو میکردم، بوی فلفل قرمز و فلفل سیاه میداد. وقتی میخوردی اون حالت فلفلی همچنان وجود داشت تو پروفایل طعمیش. آروماه نه تنها فلفلی بود، حتی اون حس دهانی فلفل رو هم شما میگرفتی اما نمیسوختی، که اصطلاحاً حرفه‌ای ها بهش میگن افتر تیست. فوق العاده بود. اگه فلفل سفید رو امتحان کرده باشید میتونم بگم نزدیکترین طعم به فلفل سفید. خیلی دور نشم از بحث اصلیمون. چرا بهش میگن شکلاتی و آجیلی؟ صحبت کردیم راجبش. چرا بهش میگن میوه‌ای؟ باز هم صحبت کردیم راجبش. اما چرا بهش میگن گلی؟ بچه گلی معمولاً توی قهوه های اتفاق میفته که با فراوری نچرال فراوری میشن، یا حالا به صورت تخمیری، یا حتی به صورت درای، به صورت خشک، به صورتی که پالپ میوه روی دانه میمونه، خشک میشه و طعمش رو جذب میکنه، دانه سبز. بریم سراغ عجیب و غریب ترین چیزی که ما ایرانی ها بابتش عاشق قهوه شدیم: کافئین. آقا اسم فرمول شیمی کافئین رو میدونیم؟ منم نمیدونم. ای کاش یه نفر کنارمون بود که بهمون یاد میداد. اما کافئین توی دانه روبوستا به طور متوسط 2 برابر عربیکاه. میخوام یه مبحث خیلی عجیبی رو هم توی این کافئین بهتون بگم. صبر کنید بدید. دانه روبوستا خب 2 برابر عربیکا کافئین داره. برای خود گیاه نوعی دفاع شیمیایی در برابر حشرات محسوب میشه و برای ما نوشیدنیمون رو قوی‌تر، محرک‌تر، پر انرژی‌تر، به قول بچه‌ها بگیرتر میکنه. این دفاع شیمیایی رو چرا گفتم بچه‌ها؟ ببینید صحبت کردیم راجع به دانه روبوستا یا درخچه روبوستا که معمولاً میاد فشار و استرس گرمایی رو تحمل میکنه. توی ارتفاع پایین‌تره، توی ارتفاعات پایین‌تر حشرات بیشترن و اینکه آب هم کمتره. به خاطر همین موضوع میاد کافئین بیشتری رو وارد میکنه. توی اون اصلاح نژادی که گفتیم در طول زمان اتفاق افتاده، کافئین بیشتری رو میاره داخل گیاه و این کافئین بیشتر باعث دفع حشرات و سالم موندن میوه یا چری قهوه میشه. چقدر خدایا تو بزرگی و چه سیستم پیچیده ای رو گذاشتی. اما عربیکا به طور طبیعی کافئین کمتری داره. ما خیلی کلی داریم صحبت میکنیم ها، اصلا راجع به ریژن های مختلف یا اورجین های مختلف بچه صحبت نمی کنیم. به طور کلی داریم میگیم عربیکا کافئینش کمتره، ولی خب از یه طرف ترکیب پیچیده تری از اسیدها و مواد معطر به ما تحویل میده که حس و تجربه خیلی قشنگتری رو پیدا میکنیم اگر از دماوری بیشتر استفاده کنیم تا از تحت فشار، تا از اسپرسو خوردن. اما نکته عجیبه چی بود بچه‌ها؟ نکته عجیبه اینجاست که معمولاً عربیکا داره به صورت دماوری استفاده میشه. توی این اتفاق دماوری قهوه معمولاً تماس بیشتری رو با آب تجربه میکنه تا زمانی که شما به صورت تحت فشار دارید اسپرسو میخورید. مدت زمان بیشتر تماس با آب کافئین بیشتری رو آزاد میکنه
فکر نکنید اگر دارید آمریکانوی عربیکا میخورید و کافئینش پایین‌تر نسبت به روبوستا همیشه این اتفاق خواهد افتاد. آمریکانو یک نوشیدنی بر پایه اسپرسو، اسپرسویی که خودش تحت فشار مدت زمان کمتری رو با آب دوئل تایم داشته یا اون مدت زمان درگیریش بوده. شما بیایید با استفاده از کمکس یک قهوه عربیکا درست کنید، کافئین بیشتر رو تجربه کنید باهاش. اصلا به صورت فرانسه با فرنچ پرس درستش کنید، ببینید چقدر کافئین بیشتری رو تجربه میکنید. هرچی آب بالاتر، آزاد شدن کافئین بیشتر و قدرت قهوه بالاتر میشه. بریم سراغ مقاومت و هزینه تولید یا مزرعه داری قهوه ها. بچه قهوه عربیکا تا اینجا متوجه شدیم که حساس‌تر به بیماری هایی مثل زنگ قهوه یا حتی به کم آبی حساسیت بیشتری نشون میده، به نوسان دم و تغییرات شدید آب و هوایی خصوصا گرم شدن زودتر و بیشتر واکنش نشون میده. پس تولیدش پرهزینه تر و پردردسرتره، اما در عوض قیمت فروشش هم بالاتره. یه اتفاقی افتاده توی حدود 4 سال اخیر که قیمت روبوستا خیلی نزدیک شده، قیمت جهانیش خیلی نزدیک شده به عربیکا. ما داریم راجع به دونه سبز صحبت میکنیم، توی دنیا داره تجارتش انجام میشه. این دلیلش چیه بچه؟ 2 تا دلیل داره. یکی آفت‌هایی که توی کمربند شرقی قهوه اتفاق افتاده، توی کشورهایی مثل اندونزی، مثل ویتنام این اتفاق افتاده، کشت کمتر بوده، برداشت کمتر بوده، یا حتی بعضی ها صحبتی که میشه نمیان اسمش رو بذارن آفت یا بیماری مزارع، میگن درخت ها مستهلک شدن به اندازه ای که ازشون کشت صورت گرفته، باعث استهلاکشون شده و درختچه های جوان بار کمتری رو دارن تولید میکنن، بهره وری کمتری دارن، پس دانه روبوستا کمیابتر شده و در مقابلش قیمتش هم بالاتر میره. راجع به اقتصاد هم صحبت کردیم الان ما هم دیگه. دانه روبوستا مقاومتر نسبت به عربیکا، پرمحصولتره و ارزانتر هم تولید میشه. به خاطر همین تو قهوه‌های فوری مثل علی کافه داره ازش استفاده میشه. بچه گفتم علی کافه، یاد برند آمادور هم بکنیم با هم. برند آمادور زیر ساخت ما و مشوق ماست برای ضبط این پادکست ها. کلی ازش تشکر میکنیم. تو قهوه‌های فوری و مخلوط ها یا بلند ها یا ترکیب های ارزانتر استفاده میشه دانه های روبوستا و بعضی از اسپرسو های تجاری استفاده بسیار بسیار زیادی از این دانه دارن نسبت به عربیکا، که حتی اگر عربیکا هم استفاده میکنن، عربیکا هاشون داخل بلند طعم نزدیکتری به روبوستا داره، مثل عربیکای سانتوس یا مثل عربیکای ریو. قیمتش تقریبا با قهوه های روبوستا، دانه های روبوستا نزدیکه و طعم نزدیکتری رو هم داره، به خاطر همین بلند بهتری رو میسازه. پیچیدگی طعمی آنچنان زیادی نداره، ترکیبش خوشمزه تر میشه، عامه پسندانه تره و چی مهمتر از نظر مشتریه، چه برای من کافه دار، چه برای من فروشنده قهوه، تا اون مزرعه دارش. هیچ چیزی مهمتر از رضایت مشتری نیست. بریم سراغ سهم بازار و نقش فرهنگیش. عربیکا چهره لوکستر و تخصصی تر بازاره، مثل مشتریای آمادور که خورده اداییه، دمشون هم گرم، نوش جونشون. پس چهرهش لوکستره، تخصصی تره، چون طعم‌های پیچیده‌ای داره. معمولاً با کلاس ها سفارشش میدن. قهوه هایی که روی بسته هاشون اسم مزرعه می نویسن، ارتفاع میارن، واریته و نوت های طعمی رو دقیق تر توش مشخص میکنن. برعکسش روبوستا، یعنی ستون گنگ صنعت قهوه، روبوستا قیمت پایین تره. تو دنیا هم چون داره مصرف قهوه، سرانه مصرف قهوه بالاتر میره و روبوستا به نسبت ارزانتره و تولیدش هم بیشتره، پس در دسترس تره و به صرفه تره، دارن روبوستا استفاده میکنن. اما بنده خدا اسمش اسم بدیه، بد در رفت اسمش. قهوه دکه‌ای دارن بهش میگن. بابا جان روبوستا خودش یک دنیاست. شما روبوستای اوگاندا رو
میتوانی مصرف نکنی، میتوانی دوست نداشته باشی. بله میتوانی. سلیقه من دوستش دارم، شما دوست نداشته باش بگو موسوی. اشتباه میکنی. گفتم دیگه ستون گنگه. تو قهوه‌ای فوری بیشتر ازش استفاده میشه. برعکسش این عربیکای بیشتر اومده کپسولی کرده خودشو. یعنی اومده یه قاب خیلی شیک دور خودش بسته، گفته من گرونترم، کپسولیم، اسمم با کلاستره، ولی تو روبوستایی دیگه بو خاک میدی. ای خیال، من با قهوه روبوستا عاشق قهوه شدم. جاوا باعث ورود من به دنیای طعم‌های قهوه شد و با وجود اینکه چندین و چند مدل، شاید بیش از 110 تا مدل قهوه رو با فراوری‌های مختلف امتحان کردم، اما هنوز هم عاشق طعم جاوا. یه جمع‌بندی بکنیم بچه‌ها با هم دیگه. این پادکستمون جذاب بود. من خیلی دوست دارم بیشتر صحبت کنم، اما ای کاش میتونستم یه تاکشو اصلا داشته باشم که با هم دیگه گفتمان کنیم. من طرف روبوستا رو بگیرم، شما لوکستر رو با کلاستر باشین، طرف عربیکا رو بگیرین. بیاید یه جمع‌بندی کنیم با هم. عربیکا بیشتر من اسمشو میذارم داستان ظرافت، تجمل و تنوع طعم، اما اسم روبوستا رو میذارم ستون گنگ، خود قدرت، مقاومت و حجم تولید. عین تراکتور این بچه داره تولید میکنه، تو بازار میره، به آدما عشق میده، اما خاکیه دیگه. عین طعمش خاکیه. کسی نمیاد اعتراف کنه که من عاشق روبوستا. همه میگن عربیکا میخورم. پس تا اینجا از تاریخ قهوه گفتیم توی یکی از پادکست هامون، از ورودش به ایران گفتیم، خود گیاه رو شناختیم، کمربند قهوه رو توضیح دادیم که چه منطقه‌ایه، تفاوت عربیکا و روبوستا رو با هم دیگه راجبش صحبت کردیم. توی ادامه داستان میخوایم چی بگیم؟ تو اپیزود بعدی مستقیم میخوام برم روی مبحث شجرنامه گونه ها. میخوام بگم گونه افریقای جنوبی چه تفاوتی داره با ویتنام، گونه امریکایی یا امریکای جنوبی مثل اکوادور چه تفاوتی داره با اتیوپی، هند و اندونزی رو با همدیگه میخوام مقایسه کنم. پس بریم با همدیگه. اپیزودهای بعدی به زودی منتشر میشه. منتظرتون هستم. کلی هم دوستتون دارم. ممنون که به من گوش دادین. ممنون که کنار منین که بتونم یاد بگیرم، بتونم نقدهای شما رو بشنوم و بیشتر متخصص بشم. دوستتون دارم. کلی یه شعر هم تقدیمتون کنم به رسم همیشه. میگه چون جهان بر شاخ گاو استاده راست، گاو بر ماهی و ماهی در هواست. پس جهان بر چیست؟ بر هیچ است و بس. هیچ است این جهان، هیچ است و بس. فکر کن در صنعت آن پادشاه، کین همه بر هیچ می‌دارد نگاه. شب یلدای خوبی رو تجربه کنید. بازم میگم کلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.